زیباترین منظره‌های طبیعی دنیا رو تصور کنید. از معروفترین آبدره‌های دنیا گرفته تا کوه‌های زیبا و شهرهای بی‌نظیر، همگی بخشایی از جاهای دیدنی نروژ هستند. واقعیت اینه که نروژ کشور بزرگیه و حتی یک ماه هم ممکنه برای دیدن تمام مناظر و دیدنی‌هاش کافی نباشه. نروژ زادگاه وایکینگ ها بوده و از دوران وایکینگ ها و افسانه های اونها تا امروز این کشور تبدیل شده به دومین کشور شاد دنیا. این کشور حوزه اسکاندیناوی هرچی از یک تعطیلات زیبا و به یاد موندنی بخواید داره. چه در فصل زمستون سمت جاهای دیدنی نروژ برید و شفق قطبی رو در آسمون شب به تماشا بشینید و چه تابستون به اونجا برید و درخشش نور خورشید رو روی یخ‌های قطبی ببینید، مطمئناً از سفرتون به دیدنی‌های نروژ پشیمون نمیشید. اگه طرفدار انیمیشن فروزن یا همون یخزده باشید، احتمالاً براتون جالب باشه که بدونید اکثر مناظر زیبای این انیمیشن از روی مناظر طبیعی نروژ الهام گرفته شده و همین موضوع باعث شد سفر به نروژ 40% افزایش پیدا کنه. نروژ حدود 385,000 کیلومتر مربع وسعت داره و جمعیتی بیشتر از 5 میلیون نفر در اون زندگی میکنن که به زبان نروژی صحبت میکنن. نروژ کشوری با حکومت پادشاهی مشروط است. در نروژ بخش عمده اقتصاد رو صادرات پوشش میده و صادرات عمده کشور نروژ در زمینه نفته. نروژ دارای بهترین و مرغوب‌ترین چاهای نفت در دنیاست. اقتصاد کشور نروژ روز به روز در حال رشد و از 10 سال پیش تا امروز سیر نزولی در خصوص اقتصاد اون دیده نشده. در خیابون‌های نروژ هرگز زباله‌ای روی زمین نمی‌بینید و دولت نروژ برای افرادی که به قصد مهاجرت به این کشور سفر می‌کنن شرایط خوبی در نظر گرفته و توی این کشور ورود به کار بر اساس امتیازهای مشخصیه و هرگز خبری از تبعیض و روابط نیست. دانشگاه‌های دولتی نروژ برای تمام دانشجویان سراسر دنیا رایگانه. در واقع شما هیچ هزینه‌ای برای تحصیل در دانشگاه‌های دولتی این کشور ندارید. نروژ یک کشور کوهستانیه که آب و هوای بسیار سردی داره و اگه برای ورزش و تفریحات زمستونی نمیخواید به اونجا برید، بهترین زمان سفر به اونجا تابستونه. برخلاف شایعات، این کشور دارای سیستم قطبی شب و روز 6 ماهه به معنی 6 ماه شب و 6 ماه روز نیست، اما با حرکت به سمت شمال و گذر از خطوط قطبی تغییرات شب و روز شدیدتر میشه. مثلا ممکنه در یک روز 18 ساعت حضور خورشید رو تجربه کنید و در مواقع دیگه از سال 18 ساعت تاریکی هوا رو پیش رو داشته باشید. همونطور که قبلتر گفتم، نروژ سرزمین واکینگ ها بوده و سفر به این کشور بدون دیدن کشتی واکینگ ها هیچ معنی نداره. برای همین اولین جایی که در اسلو پایتخت نروژ میبینید باید کشتی 21 متری واکینگ ها باشه که 800 سال بعد از میلاد مسیح ساخته شده. کشتی اوسبرگ بزرگترین اثر تاریخی قبل از مسیحیته که در کشورهای اسکاندیناوی به جا مونده. در سفرتون به نروژ قرار آبدره‌های زیادی رو ببینید، اما اولین اونها یکی از جاهای دیدنی اسلوه که نباید از دست بدید. تو فصل تابستون آبدره اسلو سرشار از زندگیه. از قایق‌های تفریحی و شخصی گرفته تا ماهیگیری و کایاک‌سواری و شنا، هر کسی مشغول کاریه. اگه به نروژ و اسلو رفتید، حتما یک روز از سفرتون رو به این آبدره اختصاص بدید. بزرگترین و محبوبترین جزیره آبدره اسلو هوودای است. اول با قایق مسافربری به این جزیره برید و اگه برای خودتون سبد پیکنیک آماده کردین، کنار ساحل یک درخت پیدا کنید و از تماشای دریا، مردم و قایق‌ها در آرامش لذت ببرید. و اگه چیزی برای خوردن ندارید، میتونید به کافه ها و رستوران های نقلی و رنگارنگ جزیره برید و غذاهای محلی نروژی رو امتحان کنید. از حقایق دیگه نروژ این که خانه یکی از مشهورترین کارخانه های شکلات سازی دنیاست که توی کتاب معروف چارلی و کارخانه شکلات سازی هم ازش یاد شده و شکلات های اون غذای اصلی کاوشگر نروژی رولد آموندسن برای سفر به قطب جنوب بوده. اون اولین مردی بود که قدم به قطب جنوب گذاشت. اگه تجربه سفر به نروژ رو داشتید، حتما با همون به اشتراک بذارید. سابسکرایب و لایک یادتون نره و تا ویدیوی بعد شاد باشید و خداحافظ.